من اگه بخوام این لیوان رو دستم بگیرم، به نظرت وزن دقیق اون مهمه؟ 450 گرم باشه، 500 گرم باشه، 600 گرم باشه؟ نه. چیزی که مهم هستش اینه که چقدر قراره این لیوان رو من توی دستم بگیرم. اگه این لیوان رو 1 دقیقه دستم بگیرم، چیزی نمیشه. اگه 1 ساعت دستم بگیرم، یه مقدار دستم درد میگیره. و اگه 1 روز دستم بگیرم، احساس میکنم که فلج شدم. دست درد خیلی زیادی میگیرم. حالا قضیه اینه که در مورد استرس ها و نگرانی ها هم به همین صورته. اگه شما به استرس هاتون یه مقدار توجه کنید، به مشکلاتتون فکر کنید، چیز خاصی نمیشه. ولی اگر بیاین 1 ساعت فکر کنید، یه مقدار به هم میریزید. ولی اگر بیاید کل روز، کل هفته و کل ماه به این مشکل فکر کنید، قطعاً باعث ایجاد مشکلات زیادی در درون شما میشه. و اگه تبدیل بشه به ماه‌ها فکر کردن، باعث ایجاد بیماری در درون شما میشه. پس به جای فکر کردن زیاد و استرس کشیدن، مثل این لیوان آب، اونو قرار بدید روی میز.